أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. صدق الله العلی العظیم. اگر صبر کنی چند روزی، نه تو مانی نه او ماند و نه هم فخر رازی. خدمت همه شما دوستداران علم و شریعت و فرهنگ والای اسلام، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران با عزت و خواهران با عفت، موضوع صحبت ما و شما درباره صله رحم هست که 70 گناه کبیره بود و 10مین گناه کبیره قطع صله رحم می باشه، یعنی ای که قطع رابطه خیشاوندی هست. وقتی که کسی رابطه خیشاوندی، رابطه خود را بدون کدام موجب شرعی، یعنی بدون کدام عذر شرعی، کسی که رابطه خیش را با اقربا و با فامیل خود قطع میکنه، با خاله و با ماما و با کاکا و با عمو و با اینها قطع میکنه، او مرتکب گناه کبیره می شود، مرتکب جرم می شود، مرتکبی است که الله سبحانه و تعالی او را عذاب میکنه اگر بدون توبه از دنیا برود. الله سبحانه و تعالی همه ما و شما را توفیق بده که رابطه های خویشاوندی را با اقربا، با فامیل، با دوستان خود ما و شما مستحکم داشته باشیم. عزیزان و بزرگواران، الله سبحانه و تعالی می فرماید که الذين ينقضون عهد الله، کسانی که آنها می شکنن عهدی که با خدا بسته بودن، عهد الله من بعد میثاقی، و یقطعون ما امر الله، و قطع می کنن چیزی که الله امر کرده. یعنی الله امر کرده که تو با فامیل خود، با اقربا، با دوستان رفتار نیک داشته باش، رفتار خویشاوندی را وصل بکن، اینها را داشته باش، تو قطع میکنی. کسایی که این کارها رو میکنن آنها پیمان شکن هستن، چی که آنها از جمله انسان‌هایی که در ردف منافقین قرار میگیرن. عهد الله من بعد میثاقی و یقطعون ما امر الله به ایوصل و یفسدون فی الارض، آنهایی که اینها در قطار کسان قرار میگیرند که آنها مفسد گفته شدن، اهل فساد گفته میشن، انسانهایی که رابطه خویشاوندی خویش را آنها قطع میکنن. الله سبحانه و تعالی همه ما و شما را نجات بده. عزیزان و بزرگواران، ما باید چه کارهای انجام بدهیم که رابطه خویشاوندی ما هیچگاه قطع نشود؟ فرمول اساسیه که رابطه های خویشاوندی قطع نشه، رابطه های خویشاوندی از بین نره چیست؟ فرمول اساسی اینه که اگر در بین جامعه خامخواه هیچ جامعه، یعنی هیچ اجتماعی نیست که در از اون مشکل خلل پیش نشه، از اجتماعی 5 نفری گرفته تا بیشتر، حتی خانواده‌ای که در از 2 نفرن، حتی زن و شوهر، بین برادرها میشه، بین زن و شوهر، بین پسر و دختر، بین مادر و دختر، پسر و پدر، بین همه اینها کارمندا، همکارا، بین همه اینها اختلالات پیش میاد، حرفای پیش میاد، حرفای میشه. اما تلاش به این باشه که اینها را چگونه ما طور بسازیم که رابطه ها قطع نشه. اگر یک زمانی در بین فامیل ما مشکلات شد، مشاجره لفظی شد، جنگ‌های لفظی شد، چگونه شود که این جنگ‌های لفظی، این مشاجره‌های لفظی باعث قطع رابطه‌های خویشاوندی نشود؟ چه کار باید کرد؟ اگر زمان کلان هستیم، ما بزرگتر هستیم، از کوچکتر حرف را میشنویم. اگر پدر هستیم، اگر مادر هستیم، اگر خواهر کلان هستیم، برادر کلان هستیم، اگر کلان قوم هستیم، کلان فامیل هستیم، کلان منطقه هستیم، یا کلان یک اجتماع هستیم، بزرگ یک اجتماع هستیم، اگر میخواهیم که رابطه قطع نشه و با دیگران حرفی که کوچکترا میگن، شما به بزرگواری خود ببخشید، به بزرگواری خود عفو بکنید. این رابطه خویشاوندی قطع نمیشه.
این رابطه خویشاوندی قطع نمیشه. هرگاه یک کوچکتر حرف زد، هرگاه یک خرسنتر حرف زد، گپی گفت، یا جاهلتره یا نافهمتره، نادانسته‌تره، کم تجربه تره، تجربه والایی نداره، ما که بزرگتریم، ما که کلانتریم، ما به بزرگواری خود عفو کن. اگر عفو کردیم هیچگاه رابطه خویشاوندی قطع نمیشه، هیچگاه رابطه ها از بین نمیره. و همچنین اگر کوچکتر هستیم، بزرگا حرف زدن، کلانتر حرف میزنه، پدر بزرگ ما، پدر ما، مادر ما، کاکای کلان ما، بالاخره عمه ما، خاله ما، کسی از ما کلانتر، بزرگتر سنا، علما و تجربتا از ما کلانتر، بزرگتر حرف میزنه، ما باید چیکار بکنیم؟ ما کوچکتریم، از او باید بگذریم، گذشت داشته باشیم، او را عفو بکنیم، بگیم خیر ما کوچکتریم، او بزرگتر حرف زده، شاید تجربی بیشتر باشه، فهمی بیشتر باشه، دیدی بیشتر باشه، بالاخره تجرباتی که حاصل کرده حتما بیشتره، حتما کلانتره، اینها آنها که باشه. این برنامه ها که در ذهن ما، در زندگی ما بیه، هیچگاه رفتار خویشاوندی قطع نمیشه، هیچگاه از بین نمیره، هیچگاه رفتار فامیلی از بین نمیره. اگر گفتیم یک نفر من شد، تو هم من شدی، هیچ. در زمان و دم دروازه خانه مولانا جلال الدین محمد بلخی کسی میره و تک تک میکند، میگه کیستی؟ میگه من هستم. میگه برو فردا بیا. و از فردا میای تک تک میکنه، میگه کیستی؟ میگه من هستم. باز کن دروازه. میگه برو فردا بیا. فردا روز سوم که میایه، میگه برو فردا بیا، هر زمانی که من تو ما شد باز بیا. فردایی که روز سومی آمد دم دروازه تک تک کرد، گفت کیستی؟ گفت ما هستم یا ما هستیم، باز کن. گفت ولی هر زمانی که من تبدیل به ما کردی، در این درگاه ما جا داری. ولی چرا فلانی برای من علی تعرف؟ گفت میت آدم یا میت شخصیت، ما فلان و ما فلان و ما فلان و فلان و نه، هر کس حرفی گفت بخشش. لقمان حکیم میفرمایند که هرگاه نیکی کردی فراموش کن و هرگاه به تو بدی کردن باز هم فراموش کن، ولو که در مقابل نیکی تو هم بدی کردن تو فراموش کن. گاهی اوقات بعض انسان‌ها رو می‌بینیم که حرفایی میگن، اونها رو به جای خود قرار بدیم. پدر بزرگ ما حرف میگه، ما او رو به جای خود قرار بدیم، دل ما تسلا میشود. مادر ما حرف میگه، او رو به جای خود قرار بدیم، واقعا یا خود رو به جای او قرار بدیم. اگر خود رو به جای او قرار بدیم، دل ما تسلی میشود. هر کدام اینها. اگر مأمور ما سر ما حرف میزنه، حتی مامای ما، کاکای ما، هر کسی دیگر، ما او رو به جای یا ما خود رو به جای قرار بدیم، محاسبه بکنیم، حتما با این میایم، حتما رابطه ها قطع نمی شود. و موضوع مهمتر و انگیزه و فرمول بالاتر ای که رابطه ها قطع نشود این هست که اگر زمانی میخواستی رابطه خویشاوندی بدون کدام موجب شرعی قطع کنی، این بیاد خب بیار که این دنیا کرایی نمیکنه، دنیا کرای حرفار نمیکنه، دنیا کرای برنامه ها نمیکنه. این چند روزی که ما زنده هستیم، چند روزی که هستیم، اصلا ارزش نداره، اصلا این کرایی نمیکنه که ما بیاییم بالاخره قطع کنیم رابطه ها. حتی در زمان پیش امام فخرالدین رازی رازدان دین، کسی آمد شکایت کرد که ای امام، من از دست فلانی خیلی اذیتم، از دست فلانی خیلی به ستو آمدم، قوم من هست، فامیل من هست، چه کار بکنم؟ امام فخرالدین رازی گفتن که ای شخص، اگر صبر کنی چند روزی، نه تو مانی نه او ماند و نه هم فخر رازی. اگر صبر کنی چند روزی، نه تو مانی و نه او ماند و نه هم فخر رازی. اگر چند روز صبر کنی، اگر صبر کنی چند روزی، حرفایی که میگه تحمل کنی، برداشت کنی، برداشت خوب خیر. اگر حرفای تحمل کنی، یقین کو که برای تو هیچ گونه خلل پیش نمیآید. 2 روز هستین و میروین. این هست عزیزان من. و در چندین جا از آیات قرآن کریم، از کلام الهی، کلام پروردگار عالم، در این باره توصیه شده، در این باره امر شده که الله سبحانه و تعالی در چندین جا در قرآن کریم در این باره امر میکنه، ما توصیه میکنه که باید متوجه باشیم. صله رحم را باید قطع نکنیم. صله رحم را که داشتیم در هر جامعه‌ای که صله رحم بود، در هر خانه و خانواده و فامیل و در هر قومی که رابطه خویشاوندی بود، یقین کنیم که کامیابی، ظفر و موفقیت و همین ها می آید.
و در احادیث از رسول الله صلی الله علیه و سلم هست که پیامبر ما صلی الله علیه و سلم در این احادیث زیاد بیان نمودن، بر علاوه که الله سبحانه و تعالی در چندین جا در قرآن کریم هست. و ما اگر داستان سیدنا یوسف را نگاه کنیم که بعد از همه آزار و اذیت هایی که 40 سال دوری پدر و فراق پدر همین ها تحمل کرد، باز هم به خاطر برادرها، چون برادرها کار کردن انگیزی و برادرها شدن، باز هم در آخر گفت که ما شما را میبخشم، ما شما را میبخشم و هیچ مشکلی هم با شما ندارم. ببینیم چقدر به خاطر اینها حتی سیدنا ابراهیم که پدرشون کافره، آزر کافره، بت تراش، بت ساز، بت میسازه، در مقابل آزر چی میگه؟ میدونید در مقابل آزر پدر خود چی میگه؟ میگه ای پدر من، ای عزیز من، ای جان من. یعنی فرمی که رابطه قطع نشود، در حالی که پدرشون هم کافر میباشد. رسول الله صلی الله علیه و میفرمایند که من کان یؤمن بالله، هر انسانی که ایمان داره به الله والیوم الاخر، من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیصل رحمه، هر کسی که ایمان به الله داره، ایمان به روز آخرت داره، ایمان به صحرای محشر داره، ایمان به وحدانیت الله داره، و هر کسی که الله را دوست داره و ایمان به آخرت داره، او باید صله رحم داشته باشه. فلیصل رحمه، رفتار خویشاوندی خود را او نباید قطع کنه. اینا کی میگن؟ رسول الله صلی الله علیه و آله امر میکنن، پیامبر من صلی الله علیه و سلم چنین امر میکنن و چنین دستور میدهن. الله سبحانه و تعالی برای همه ما و شما توفیق بده. پس کسی که از این حدیث معلوم میشه، مفهوم حدیثه، کسی که او رابطه خویشاوندی را بدون کدام موجب شرعی قطع میکنه و از بین میبره، امو انسان ایر یقین کنین و بدانین که او ایمان به الله نداره، ایمان به الله و روز آخرت نداره. و رسول الله صلی الله علیه و آله میفرمایند که هر انسانی که من احب ان یبسط له فی رزقه، هر انسانی که دوست داره در از او باز بشه، فراخ بشه در رزق و روزی، هر انسانی که دوست داره رزق و روزی از فراخ بشه، رزق و روزی از فراوان بشه، رزق و روزی از زیاد بشه، در روزی از برکت بیاید، در عاید از برکت بیاید، در تجارت از برکت بیاید، تجارت پر رونق داشته باشه، زندگی خوب داشته باشه و عمر زیاد داشته باشه و عمر طولانی و با برکت داشته باشه، از عمر خو خیر ببینه، از جوانی خو خیر ببینه، از همین ها خیر ببینه و صله رحم داشته باشه. این یقین کنیم در گذشته ها، امروز خیلی کم شده، در گذشته ها ای بود که میرفتن دیدن مادر جان، میرفتن مادر کلان میرفتین یا پدر کلان میرفتین، یا کسی از قومه های ما بود، قومه ها بود که از قشا بود، بالاخره یک کهن سال بود، مادر بزرگ سال بود، میرفتن دیدنش، میرفتن از او یادت میکردن. یک جمله ای که بیرون میشدین برای ما میگفت، چی میگفت؟ برو مادر جو خیر ببینی، الهی خیر ببینی، الهی از زندگی خود خیر ببینی، الهی فلان بشی. همون دعای است و میلیون ها ارزش داشته، همون دعایی بود که هم از زندگی خود واقعا خیر میدیدن، از جوان مرگی نجات پیدا میکردن، از همین ها نجات پیدا میکردن. همون دعای که انسال ها و اینها بود که از عمر خیر میده. امروز کسایی هست که از جوانی لذت نمیبره، از سرمایه لذت نمیبره، از عمر خود لذت نمیبره، از همه اینها هیچ گونه لذت نمیبره. چرا؟ چون صله رحم قطع شده. هرگاه که صله رحم قطع بشه، در هر جامعه‌ای که صله رحم قطع بشه، در هر منطقه‌ای که صله رحم قطع بشه، رابطه خویشاوندی قطع بشه، او جامعه دوچار فقر و دوچار لذت نبردن از زندگی میشود. که امروز چنین شده، فقر دامنگیر ما شده، از زندگی هم خوب هیچ خیری نمیبینیم، در جوانی ها هیچ خیری نیست، در شادی ها شادی نیست، محافلی که میگیم شادی نیست، همه سراسر شده غم و همه اینها. و رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که صله رحم، خود صله رحم میفرمایند که همین صله رحم در بین آسمان معلقه، در بین آسمان آویزانه. چی آویزانه؟ همین صله رحم در بین آسمان آویزانه. هر کسی که این صله رحم وصل کنه، صله رحم رابطه خویشاوندی را هر که وصل کنه،
او را به الله وصل میکنه و هر کسی که این را قطع بکنه از رحمت الله او قطع میکنه. چقدر سخته که انسان از رحمت الله قطع بشه. رحمت الله به زندگی انسان نیایه. وقتی در زندگی رحمت الله نبود، هیچ خیری نیه، هیچ برکتی نیه، هیچ خوبی نیه. زندگی معنایی نداره، مفهومی زندگی نداره. به چه خاطر زندگی میشه؟ در زندگی که رحمت الله نباشه هیچ چیزی نیه عزیزان من. و رسول ما صلی الله علیه و میفرمایند که دو نفر هستند. چند نفر؟ اثنان که لا ینظروا. دو نفر هستند که خدا نگاه نمیکنه، نگاه رحمت به چهره آنها نمیکنه در روز قیامت. یکی از آنها قاطی صله رحم است. یکی از آنها کسی که صله رحم را چکار میکنه؟ قطع میکنه، از بین میبره. این چقدر سخته در روز قیامت که خدا به تو نگاه رحمت نکنه، خدا به طرف تو نگاه رحمت در روز قیامت نکنه. در دنیا که شاید راه فرار داشته باشی، در دنیا شاید 4 روز زندگی خود هر طور باشه، با کفر باشه، با شرک باشه، با هر چی باشه سپری کنی، اما در آخرت که خدا به نظر رحمت نگاه نکنه چگونه میشود؟ و ما رسول الله صلی الله علیه و میفرمایند که لا يدخل الجنه قاطع. به جنت داخل نمیشه کسی که قطع کننده صله رحم هست. امروزه ما به چه چیزی صله رحم را قطع میکنیم؟ به توسط چه چیزی قطع میکنیم؟ چی برنامه‌هایی هست که صله رحم قطع میشه؟ میدونیم خیلی برادرها با خواهرهای خود قطع رابطه کردن، ماها سالهایی که طرف همدیگر نمیروند، به خانه همدیگر نمیروند. خیلی برادرهای به خانه خواهران نمیرن. چرا؟ به خاطری که خواهرم ادعای حق خود کرده. خواهرم گفته باید برادر حق مر بدی، به این خاطر من با او قطع رابطه کردم. فرزندای هم میگه به خانه امی اصلا نرید، به خانه فلان خواهرم اصلا نرید. بزرگترین ظلمت به جنت داخل نمیشه همین شخص. یا خیلی پدرها هستن که دختر ادعای حق خود کرده، ادعا کرده که بابا جان حق مر بدی، حق ما هست، حق مسلم ما هست. پدر ناراحت شده، فرزندای خود امر کرده که به خانه فلان خواهر نرین، به فلانی خانه به خانه فلانه نرین، فلان شخص که او چرا چنین گفته، من از او راضیم، من ناراضم از او. مادرها میگن، حتی پدرها میگن من تو رو نمیبخشم. به خاطر چی؟ به خاطر که ادعای حق کرده، به خاطر یک حقی که الله به او داده. ما رابطه خویشاوندی رو قطع میکنیم، رابطه ها قطع میکنیم. یا خیلی ماماها از خواهرزاده ها ناراحتن، دقیقاً آسوده نمیاین به خانه. چرا؟ به خاطر که چرا تو ادعای حق مادر خود را کرد. لا يدخل الجنه قاطع، کسی که قطع کننده صله رحم باشه. رسول الله میگن، حدیث صحیحه که رسول الله میگن که او وارد بهشت نمیشه، هرگز وارد جنت نمیشه. و رسول الله صلی الله علیه و میفرمایند که شما بشناسین قوم های خود را، بشناسین اقربای خود را، بشناسین او اقوامی که دارین و برین با آنها دیدار بکنین. در بین فامیل نگاه کنیم کی از فامیل های شما هست، برین ملاقاتش، برین دیدار کنین، او را ببینین و صله رحم را وصل بسازین، ولو که انسان فقیر باشه. ولی امروزه چگونه شده؟ رابطه ها قطع، با فقرا قطع، با انسان هایی که نیاز فقیرتر هستند، کم قشر پایینتر جامعه هستند، با آنها صله رحم قطع، رابطه قطع. فقط چند تا خان و پولدار و سرمایه‌داری که هستن، سفره‌های خوب رنگارنگ که دارن، اینها خوب از همدیگر دید و بازدید دارن، خیلی دید و بازدید دارن. اما دیگرها که میشه خلاص از فقیرها که خبر نیه، از فقرا خبر نیه. و رسول الله صلی الله علیه و فرمودن در هر جامعه‌ای که صله رحم باشه، ارتباط فامیلی و خویشاوندی برقرار باشه و اخلاق اونها داشته باشن و حقوق همسایه رعایت بکنن، این چند چیزه، میفرمایند که او جامعه به سوی پیشرفت، آبادی، امنیت و ثروت میره. این حدیث پیامبره. هر جامعه‌ای که چنین خصائل داشته باشه، چنین برنامه‌هایی رو داشته باشه، میفرمایند که او جامعه به سوی پیشرفت میره، به سوی تعالی و ترقی میره. خوشا به حال مردمی که، خوشا به حال جامعه، خوشا به حال اشخاصی که آنها رابطه خویشاوندی را وصل میکنن، آنها رابطه خویشاوندی را قطع نمیکنن، آنها تلاش میکنن، مداومت میکنن برای که رابطه خویشاوندی خود را هر طوری که شده
آنها وصل بسازند. الله سبحانه و تعالی نجات بده. این دهمین گناه کبیره بود عزیزان من. پس میخواهم به همه عزیزانی که اگر ماها شده، سالها شده، روزها شده که با خواهر قهرین، با برادر قهرین، با همسایه قهرین، با کاکا، با ماما، با هر کدام اینها قهرین، با انواع و برنامه‌های مختلف، میگم که وقتی اینه که برین دروازه خانه خواهر خود را بکوبید. او خواهری که تو حق از او را نمیدی، او خواهر کی را داره؟ او زنی که داخل خانه سیاسر هست، تو برادر به خاطر کوچکترین حرفی از او آزرده شدی و سالها و ماها به خانهش نمیروی، او کی را داره؟ غیر از تو چه کسی را داره؟ غیر از تو کیست که به دردش بخوره؟ غیر از تو کسی نیه. به خدا قسم پدری و مادری و همه شی تو برادر و پدرهایی که قطع رابطه کردن. بهترین کسب زندگی یک خواهر، یک زن، پدر یانه. نشه که به خاطر متاع دنیا با دخترانتان، با خواهرانتان، با اینها قطع رابطه کنی. و هر کسی که تا حال چنین کرده و میفرمایند کسی که قطع رابطه میکنه دعای قبول نمیشه. کسی که قاطع صله رحم باشه دعایش قبول نمیشه. عبدالله بن مسعود بعد از نماز صبح همیشه برنامه‌ای داشت که در از او درس دین بود و بعد دعا میکردن. وقتی که دعا میکردن گفت قسم میدم او کسی که قاطع صله رحمه که اگر در این جمع بشینه باید بلند شه بره. او رو به خدا قسم میدم که باید از جمع بلند بشه بره. به عظمت خدایی الله رو قسم میدم که در این جمع نشینه بره. چرا بره؟ به خاطر که دعای ما قبول نمیشه. رحمت الله نازل نمیشه به خانه و به جایی که قاطع صله رحم باشن. ولو که 100 بار حج کرده باشی، خوب نمازها بخوانی، مسجد بری بیایی، همه اینها خوب مندیل کلان داشته باشی، ریش بزرگ داشته باشی، 1000 تا سبحان الله استغفر الله و اینها هم که بگی، اگر با فامیل خود قطع رابطه کنی، یقین کن که هیچ کدام اینها قبول نمیشود و هیچ امتیازی به پیشگاه الله سبحانه و تعالی نداری. هیچ جایگاه پیشگاه الله نداری. و کسایی که چنین کردن حالا شنیدن از او عزیزا درخواست اینه که لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت الله سبحانه و تعالی ناامید نباشین. و این قول 100% را بدیم که از هر کس که آزرده ایم، از هر کدام برادر، کاکا، ماما، خاله، خواهر، عمه، هر کدام که هستین، این قول بدیم که یا با اونها تماس بگیرین یا برین دم دروازهشان تک تک بکنین و از اونها دلجویی بکنین، از اونها یادبود داشته باشین، برین به خانه آنها و تا باشد که رحمت الله هم به خانه شما بیاید. از رحمت الله ناامید نباشین، توبه‌گار بشین و از این گناه کبیره از اعماق دل توبه بکنیم. الله سبحانه و تعالی همه ما و شما را توفیق بده که رابطه های خویشاوندی وصل بکنیم و از قطعی رابطه های خویشاوندی دوری کنیم. تا برنامه بعد شما را خداوند کریم و رحیم می سپاریم. این برنامه را با دوستا و برادرها و همجوارانتان انشالله برسان و نشر کنین. لایک و کامنت و سابسکرایب از یاد شما نرود. این لایک ها و کامنت های شما این می شود که کانال ما را رشد می دهد، برنامه های ما رشد می دهد، به همه امت اسلامی می رساند و صدقه جاریه برای همه ما و شما می ماند. تا برنامه بعد شما را به خداوند کریم و رحیم سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.